وارد سایت چت جی پی تی بشین. تو قسمت پایین Use Voice Mode رو انتخاب بکنید. بعد بهش دسترسی بدین و الان هر صحبتی که انجام بدید با چت جی پی تی میتونید مکالمه داشته باشید و میتونید ازش سوال بپرسید که I want to improve my English. Can you ask me some questions? Of course, my dear friend. I'd be delighted to help you improve. حتما یه ویدیو ببینید. میتونه سریال باشه، میتونه فیلم باشه، میتونه ویدیو کوتاه باشه. حتما از هندزفری استفاده کنید. این هندزفری بهتون کمک میکنه که تمرکز بیشتری رو داشته باشید تو شنیدن. این کارو هر روز به مدت 5 تا 10 دقیقه انجام بدید روی یک تیکه ویدیوی کوتاه. بسیار مفیده و تاثیر خودش رو میذاره. هر روز سعی کنید یه داستان بخونید. از داستان‌های کوتاه با سطوح پایین شروع بکنید و اون داستانا وقتی تموم کردید سعی کنید برای خودتون تعریفش بکنید. خودتون رو جای یکی از کاراکترها قرار بدید و اون داستان رو تعریف بکنید از زبان اون کاراکتر و بهش شاخ و برگ بدید. این بهتون کمک میکنه که بتونید گرامرها رو ریویو بکنید. فاکتور دیگه‌ای که با گفتن داستان روش تاثیر بسزایی میذاره جمله سازیه. شما یاد میگیرین که جمله بسازین و این جمله ساختن در دل یک داستان اتفاق میفته که کمک میکنه کلمه‌های بیشتر، جمله‌های بیشتر، عبارات بیشتر و گرامرهای بیشتری رو به ذهنتون بسپارید.